گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان عزیز، حالا قسم دوم رادیو سپکتاکل را از روی رمن استاد صدرالدین عینی غلامان به سمع شما می رسانیم. رول ها را ارتیستان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و ارتیستان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف اجرا می کنند. موسیقی اعظم صالیف، برنده عبدالقادر منیازف. از هوا می وزد نکهت فارم، از هوا می وزد نکهت فارم. این مگر آمد از قهرشی از یارم، از چمن بر چمن چون صبا گردم، از چمن بر چمن چون صبا گردم، تا به او بخورم کم شود دردم. اوچیلکه؟ گلسوم، چی میگویی؟ اوچیلکه، همین یک قدم یک آدمی بسیار عجیب است. با گوسفند زایانی هیچ همراهی نمی کنند. وقتی که گوسفند زایانی سر شد، گوسفندان زایده را رانده به دور می رود. چرا او اینقدر مردم گریزی می کرده باشد؟ چرا اینقدر فریاد می کشیده باشد؟ اوچیلکه، او را دردی هست، رنگی زردی هست. رنگی زردش میگوید که او را دردی هست، آهی سردش میگوید که او را دردی هست. او را چگونه دردی هست؟ مگر دردی او را تو نمیدانی؟ اگر میدونستم از شما چرا میپرسیدم؟ دردی او تویی دخترک، او تو را گرفتن میخواهد. مونیتم این طور شوخی هاتون رو. او هر وقت از هوا میوزد نکهت فارم، این مگر آمد از قرشی از یارم گیان سرود میخواند. قرشی به من چه دخل دارد؟ از روی دانستنی من دردی او تویی. اگر باور نکنی از خودش پرس. گلسوم، گلسوم، لبای خوش. پسری کلان عبدالرحیم بای عبدالحکیم بای بچه که در درون خانه سیاه بر بریان خورده نشسته بود، با در آمدن گلسوم از او پرسید: خیبر کجاست؟ من نمیدونم.
تو ندانی من میدانم. او قهر کرده رفته است. شما چشم گرسنگان او را رنجانده اید. ما او را نزده باشیم، دشنام نداده باشیم، چگونه میرنجانیم؟ زبانت را نگه دار منجلق. من پگاهانه در وقت خوراک خوردنم استخوان‌های نیمخوابیده را به تو به خیبر دی گفته بودم. شما گرسنه چشمان باید آن استخوان‌ها را دوباره خاییده تمام بیگوش کرده داده باشید که او آریده و قهر کرده رفته است. این را برده به خیبر دی. خوب شده است. گلسوم کارسان را از خانه سیاه گرفته برآمد و به اطراف نگاه کرده خیبر! 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 او قهر کرده است. با جل زدن تو نمی آید. رفت بالاهای خامه های ریگ را در زده بین. او را کاویاب. اول گوشت و نان را پیش او گذار. سر و رویش را خار و مال کن. پس از خوردنش استخوان‌ها را به پیشش بردار. حال سگ از حال ما بهتر است. خدمت او از خدمت ما زیادتر قدر دارد. از هوا می وزد نکهت فارم، این مگر آمد از خرشی از یارم. وقتی که صدای سرود باز می ایستاد، ناله نی چوپانی موافق ضرب همین سرود با یک طرز حزینانه بلند شده دلها را می خراشید، جگرها را آب می کرد. این صدا و این ناله گلسوم را به طرف خود کشید و او هم به جای این که خیبر را کافته یابد بی اختیار به طرف همین صدا و ناله رهسپار گردید. از چمن به چمن چون صبا گردم، از چمن به چمن چون صبا گردم، تا به او واخورم کم شود دردم، تا به او واخورم کم شود دردم. گلسوم به پیش نیقدم آمد، کارسانش را به زمین گذاشت. بعد از فرصتی که ناله نی را گوش میداد به او گفت: نیقدم، سرودخوانی و نی نوازیت به درجه ای که به ما تاثیر میبخشد به خودی تو هم تاثیر میکند یا نه؟ مگر سرودی من به تو تاثیر میبخشد؟ از آچیل اکا پرس که سرودخوانی و نی نوازیت چقدر به من تاثیر میکرده است. مگر به او هم گفتی؟ با وی چیزی نگفتم، اما همین قدر پرسیدم که نیقدم چرا همیشه از هوا میوزد نکهتی فارم. این مگر آمد از قرشی از یارم گیان سرودخوانی میکند. او چی جواب داد به این پرسش تو؟ او گفت او را دردی هست، رنگی زردی هست. رنگی زردش میگوید که او را دردی هست، آهی سردش میگوید که او را دردی هست. تو از وی
درد او چیست گفته نپرسیدی؟ پرسیدم. چی گفت؟ او چیزی نگفت. فقط چنان که گاه خودی شما شوخی میکنید او هم یک شوخی کردم. گلسوم، لبه شوخی نیست، جدی است. در دل دردم هست، بر رو گردم هست، رنگ زردم هست، آهی سردم هست. آهی سردم میگوید که در دل دردم هست، رنگ زردم میگوید که در دل دردم هست. اکنون وقتی دوا کردن این درد رسیده است. چگونه وقت بوده هستین؟ همین سال آزادی ماست. 12 سال پیش از این درد وقتی انگورپزی میرزای کلانمان به پیش قاضی رفته خط داده بود که بعد از 12 سال خدمت کردن همه غلام و کنیزان من آزاد باشند. انا همین سال در وقت انگورپزی به همین واقعیت 12 سال پر می شود. انا به همین وقت راست آورده ما هم خاندار شویم بد نخواهد شد. اوتا جان، و شادمان غلامانی بایی قره غاچی هستنده. آنها یک روز به من راست آمده ما کی ها آزاد شدیم، شما کی آزاد می شوید گفته پرسیده بودند. آنها چگونه پیشتر از ما آزاد شدند؟ فرمانی درباره غلامان به امیر داده ای؟ آخ پاشا، مگر به همه غلامان برابر نبود؟ برای همه برابر بود، اما میرزای کلان گرسخته یک نیرنگ کرده خط آزادی ما را دیرتر داده بود. امروز فردا گفته 6 ماه را گذرانیده بود. بنابراین ما از غلامان بایهای دیگر 6 ماه دیرتر آزاد میشویم. خب گیریم که بعد از 6 ماه آزاد شدیم. خب لیکن مادام که ما زمین نداریم، خانه و جای نداریم، بوز و گوسفند نداریم، از آن آزادی به ما چی نفع و از این گونه خانه‌داری چی حضور حلاوت؟ باز همین عاقلی فرزندان عبدالرحیم بای، باز همین از دنبال بوز و گوسفند دویده، باز همین غوزه کشی و پخت حلاجی کنی، باز همین کار کن لیکن نان نخور. گلسوم، در سق قرب و منظرت هست، گلسوم در تو نیست، خشو، تو از سق بدتر. گلسوم غلامی خشو، گلسوم. از خاطر فراموش کردم. من برای این آمده بودم که خیبر را یافته او را خار و مال کرده به او گوشت و نان خورانده او را با میرزا آشتی کنم. مگر سگ با سگ آشتی می شود؟ خیبرها آن در آن پس خمی خوابیده است. جیغ زنکنی می آید یا نه؟ سگ با دلی ناخواهم سرش را از میانه پاهایش برآورده به طرف جیغ زنندن یک نگاه کرد و باز در وضعیت پیشترش خوابید. این سگی با ناموس نه تنها از خودی بای، حتی از کسانی هم که به خانه او در آمده می برایند قهر کرده است. نیقدم کارسان را به پیش خود کشید، از آن یک برده نان و یک لقمه گوشت را خودش گرفته به دهانش انداخت و پس از آن باز کارسان را به پیش سگ تیله داد. گیر خیبرم، ما گیر همراه می خوریم. گیر. این سگ نیست، این آدم، این نظر به پسر عبدالرحیم بای
زیادتر با آدمگری صاحب است. گیر ما خور. او در حالتی که بسک بر بریان فرستاده است، گرسنگی ما را دانسته ایستاده به من یک بردنان قاق هم نمی فرستاند. ما خور. این سگ با وجود اینکه خودش گرسنه است، از طعام خودش تا به من نخورانید، خودش نخورد. گلسوم! گلسوم! مگر سنگ شده ماندی؟ خوش حاضر رفتم. نیقدم که خونش ویران شده، عصبیتش گرفته، خوریش آمده بود، نی خود را از بالای ریگ گرفته پاک کرده، به لبش برده نواختن گرفت. بیابانی فراخ را مانند قطار کوه‌ها خامه‌های ریگ روان فرو گرفته بودند. هوا صاف بود. ستارگان با درخشندگی خود به جهان روشنی می‌دادند. صحرا بی صدا و ساکت، دنیا آرام و خاموش بود. فقط این آرامی را صدای سرود دلخراش ویران می‌کرد که گوینده می‌گفت: از هوا می وزد نکهت فارم، از هوا می وزد نکهت فارم. این مگر آمد از قهرشی از یارم، این مگر آمد از قهرشی. گلسوم که پیش از سفید شدن روز از خواب خیسته تا نیمه شب آرام ناگرفته کار کرده بود، اکنون میخواست که خوابیده ماندگی های خود را برآورد، اما ناله نی و صدای سرودی که به آرام خوابیدنی در این صحرا بودگان یاری میرسانید او را نگذاشت که آسوده بخوابد. از جایش جسته خیست و به طرفی که از آنجا صدای سرود می آمد نگاه کرده به راه درآمد. گلسوم وقتی که به جای سرودگویی نزدیک رسید، نیقدم هم سرود خود را به پایان رسانید. داد از دست تنهایی. اوی لوجی تنهایی خانه دار شویده. تو завчи шав? ягон занро ёб ки хонадор шавад деям. ای از من پیشتر خودش یافته است. Киро? کی را؟ گلسوم را. گلسوم که به بالای خودش رفته ایستادن سخن را شنید، به جایی که آمده بود نشست و در پسخمی تیغه ریگ خزیده با دقت گوش داد. ӯ бояд ба 40 наздик расида бошад. ягон ҷавонтарашро ёфтан дар кор буд. جوانی او به 40 نزدیک رسیده باشد. این هم به 50 نزدیک رسیده است. اگر خواهد حالا هم یک دو فرزند یافتنش ممکن. مردان. من اگر گلسوم را گیرم، برای دوست داشتنم او را و برای یک قدر خوش کردن دل او که از خاندان فرزندان بای بی حد و حساب جور و جفا دیده ایستاده است میگیرم، وگرنه برای من از شدن فرزند نشدن آن بهتر است. ما به دنیا آمده چی دیدیم که فرزندان ما بینند؟
گپت راست. рост درست میگویی. میقدم جان محبتی من به مفت نرفته بوده است، لیکن به وی آن نکهتی فارم که از قرشی می آید از کدام یار می آمده باشد. من امروز خودم با او گپ پرتافته دیدم. او هم راضی بر این می نماید، لیکن او یک سخن معقول گفت. خوش او می گوید مادام که ما خانه و جای نداریم، از این خانه‌داری چی حضور و حلاوت می بینیم؟ در حقیقت هم همین طور است. من هم همین را فکر کرده باز دودیله شده ماندم. барои ин дудила шуда гаштан лозим нест. мо ғуломони озод шудаи қарояғочӣ кори худамонро дуруст карда истодаем. мо дар тарафи рекпахш кардаи деҳа барои худ як деҳачаи махсус сохтанӣ шудем. ҳатто ба ин деҳа кӯчаи ғуломон гуфта ном ҳам ниҳодем. аввал сар карда ман ва отаҷон дар он ҷо барои худ яктагӣ коза рост кардем. ту ҳам ба гулсум хонадор шудан гир. агар дар хонаи бой нағунҷед, ба кӯчаи ғуломони мо рафта дар он ҷо козае сохта ҳезумкашӣ кардан мегиред. вақт аз ними шаб гузаштааст ку. акнун рафта хобидан дар кор аст. من هم به سری قوره رفته بخوابم. وقتی آمدن گرگ‌ها نزدیک رسیده است. یگان فلاکت شده در جنجال نمانم. گرگویت خیبر خبر خواهد داد. خیبر هنوز با خوجین آشتی نشده است. برای پاسبانی قوره نخواهد رفت. خیر نیقدم جان، ما رویم. خوب خوب. سگ با سگ آشتی نمی شود. گلسوم، در این وقت در این جاها چی میکنی؟ برای مصلحت کردن در باره خانه‌مون که در کوچه غلامان خواهیم ساخت آمدم. معلوم می شود که همش را شنیدی. همش را شنیدم. بر دروغ دعوای محبت کردنی تو را هم شنیدم. محبتی 15 ساله، آه و افغان 15 ساله مگر دروغ بوده است؟ این آه و فغانهایی که از دامن چول قزل می براید از قرشی جواب می یابد. نه گلسوم، آن واقعی دیگر است، به تو دخل ندارد. من هم می دانم که آن واقعی دیگر است، لیکن همین را هم می دانم که در یک دل دو یار نمی خونجد. گلسوم، تو سهو میکنی. آن واقعه یک چیزی است که به یکی از سیاه ترین روزهای از سر من گذشته دخل دار است. آن واقعه نیست که به زناشویی دخل داشته باشد. این طور باشد چی بودنی آن واقعه رو به من گفته دیگه چی؟ برای گفته دادن آن واقعه طاقت ندارم. معلوم می شود که آن سی رو به من نمیگویی و از من نهفته می داری. از تو پنهان نمی دارم. به تو خواهم گفت گلسوم، لیکن در وقت مردنم به طرز وصیت خواهم گفت. مگر تو از راستی می خواهی که با من زندگانی عمری کنی؟ من می خواهم. من بسیار وقتها باز خواسته آمدم، لیکن تنها با خواهش من کار تمام نمی شود گلسوم. خواهش تو هم در کار است. اگر من نمی خواستم با وجود ماندگی خود چرا شب تا روز نخوابیده تو را پاییده می گشتم. اوه گلسوم، این طور باشد چرا بر وقت تر پیش من نآمدی؟ تا آمدن آچیل و شادمان من تنها ستاره شمرده خوابیده بودم. به لب جلوان برای آب رفتم که آب آن خشکیده بوده است. پس از آن به دیهه بالای رود رفته از چاه آب کشیده مشک را پر کرده آوردم. مشک پرآب را به پشتم برداشته تا زانو بریگ غوطیده. این
نیم سنگ راه را تا گذشته آمدم که وقت نیمی شب شد. پس از آن میخواستم بخوابم، اما سرودی تو را شنیدم و به طرفی تو دویدم. تو هم هیچ سرود گفته ای؟ همین شب به لب جلوان رفتم. خوش. دیدم که آبش خشکیده است. در آنجا قدری دم گرفته نشستم و موافقی حسب حال خود یک سرود گفتم. گلسوم، آن سرودت را خوان، شنوم. سرودی من نه به قرشی بلکه به لب جلوان دخل دار است. خوب، میلش، خوان، شنوم. کنون که آب در جلوان نباشد، مرا کاری به جز افغان نباشد. گلی پژمرده دارم عجب نیست، گر او را بلبلی خواهان نباشد. به من نگاه کن گلسوم. از من هم یک سرودی به لب جلوان داخل دار شنو. نشنوم. لبا لب رود جلوان آبینم، وصال یار را در خواب بینم. منم آن بلبل تشنه به گلزار، گلی پژمرده را سیرا بینم. دلم از یادی وصلش آب گردد، خیالم غرق آن گرداب گردد. سخن بیکار این یک خوش باده است، ز باد گل کجا سیراب گردد. ز باد گل کجا سیراب گردد. بجز یاد تو من کاری ندارم، بجز اندوه تو باری ندارم. ز تنهایی ستاره می شمارم، فغان بیچاره من یاری ندارم. فغان بیچاره من یاری ندارم. من هم که یاری ندارم، باید ستاره شمارم. گلسوم، گلسوم. گلسوم خمیازه کشیده سری سینه اش را بلند برداشته به آسمان نگاه کرده ایستاد. در پرتوی شیرمانند ماهتاب که راست به طرف گلسوم می افتاد، بغبغه او به نظر نیقدم بسیار جاذبه‌دار و دلربا نمود و او به طرف بغبغه گلسوم دست دراز کرده گفت: جونم نیقدم. گلسوم، مگر به اینجا پخته گذاشته ای؟ دست گلسوم هم بی اختیار به طرف گردن نیقدم یاسید. نیقدم پیر شده از کار برآمده بود.
در حقیقت فلاکت و سفالت هایی که از 7 سالگی اش باز از سرش گذشته می آمدند او را پیر کرده بودند. کارهای سیاهی وزنینی که او شب و روز در حالت نیم گرسنگی کرده آمد او را در 60 سالگی اش 80 ساله گردانیده بودند. گلسوم، بابا غلام اکنون برای خود جای دیگر یابد. ما در این گونه قحط سالی شمایان را پروا کرده نمیتوانیم. این سخنی پسری خرد عبدالرحیم بای او را تماما در بستر مرگ خوابانید. ناانصافان، من در وقت گرفتنم خط آزادی را خواسته بودم که در کوچه غلامان کازه ساخته به آنجا کوچیده روم، اما همین بچه، همین مار بچه از مار روییده ماروار زبان بازی کرده کجا می روید بابا غلام؟ این درست نیست. شما بابای ما هستید، تا زنده هستید ما سیر باشیم شما هم سیر، ما گرسنه باشیم شما هم گرسنه، با ما زندگانی میکنید. اگر اجلتان رسیده بندگی خدا را بجا بیارید، در پهلوی گوری پدرمان یک سغانه وسیع ساخته شما را برده آنجا میگرانیم گفته بود. اکنون که از دست من کار نمی آمدگی شده ماند، مرا پیش کردن میخواهد. ناانصاف. اون وقت برای آنها ما در کار بودیم. شما کاری چوپانی آنها رو میکردید، من باشم کاری خانهشان را سرانجام میدادم. اکنون شما بر جا مانده شدید، من هم باشم پیر شده ماندم. با بالای این بیشترین وقتم به نگاه بینی این بچه بیمار میگذرد. اکنون ما به آنها کار نمی آییم. در وقتش به مصلحت آچلک گوش انداختنمان در کار بوده است. شما بس خانهای اینها فریفته شدید. فریفته شدم، سهو کردم، سهو کردم. در دهه قرایغاچ در کوچه غلامان در درون یک خانه‌چه پستکی پاخسگی تنگدر 2 بیمار می‌خوابید. یکی از این بیماران یک بچه 5-6 ساله بوده، دیگرش یک پیرمردی سالش از 60 گذشته بود. در طرف سری بیماران یک زنی سالش از 50 گذشته نشسته روی آنها را با آستینش باد می‌کرد. یک گدازن در حالتی که در دستش یک چوب دستی درازی کج و در پشتش یک خلطچه چرکین بود به پیش در خانه مذکور آمده نشست. چوبش را به در راست مانده دستهایش را برداشته در حق اهل خانه دعا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قدم رسید بلا نرسد. آمین. الله اکبر. مرحمت گذارید شید. خوب خوش آمد. این بیماران به شما چی می شوند؟ وای پسرم، این باشد مردم. پسرم 1 سال باز بیمار بود. مردم باشد 2 ماه باز بیمار است. 2 روز باز خیالش می گریزد، سفسطه می گوید. ندانم چی می شود. خدا خواهد هیچ چیز نمی شود. درد دیگر اجل دیگر گفتند. 4 دانه عرق خنک آید صحت می یابد. خدا شفا دهد. آمین. الله اکبر. صاحب خانه یک کاسه نانی تر کرده را که به پیش مرد بیمار ایستاده بود
گرفته بر روی آستانه پیش گدازن ماند. عیب نکنید خاله. چیزی دیگری نداریم. اگر دلتان کشد انا همینک را خورید. نان باشد چی؟ برای ما بر این کمپیرهای بیدندان تر کردگیش از خشکش بهتر است. خاله پرسیدن عیب ندارد. شما با مردمی اینجا مانندی کجایی هستید؟ از قرشی بچم. پیرمرد بیمار کلمه قرشی را که شنید یک بار جنبش خورده چشمش را گشاد و باز چشمش را پوشانده این مگر آمد از قرشی از یارم سفسطه میگوید. چطور شد که شما به این طرف افتادید؟ همشیره، بلاهای را که امسال به سر مردمی آن طرف ها آمد هیچ نپرسید. 2 سال است که در قرشی خشکسالی می شود. قرشی بیچاره. بارش که نشد، گندم هم نشد. مردم به گرسنگی افتاد. از بیبارشی آب قشق دریا خشکید. 2 ساله قحطی و گرسنگی مردم رو از همه چیزش جدا کرد. از پس گرسنگی وبا هم آمد. مردم در حالتی که گرسنه و برهنه مانده بودند، نه اینکه یک تا 10 تا بلکه 100 تا و ده مردن گرفتند. خدا رحمتشان کند. در وقتهای آخر عادتی به مرده جنازه خواندن و گوی راندن هم بر هم خورد. کسانی که برای راه رفتن قوت داشتند به طرف سمرقند و بخارا گریختن گرفتند. وقتی که خوجهین من با وجود انبارهای پرگندم داشتنش مرا برآورده پیش کرد، من هم با گریزگان همراه شده افتان و خیزان به این طرف افتادم. بیچارک، مگر شما خیش و تبار نداشتید یا مگر آنها هم به شما یاری ندادند؟ از خیش و تباری من مپرس همشیره. من حاضر قرشگی حساب یابم هم. قرشی تو از من 18 فرسنگ راه باشم، من به تو رفتن نتوانستم. قرشی من تو را ندیده میمرم. نه، من حالا نمیمرم. تو را ندیدم مردن نمیتوانم. مگر علس نکنونیدید؟ علس کنونیدیم اما نفع نکرد. خب حالا شما در باره خیش و تبارهاتون گپ زده ایستاده بودید. گپ زنید. من وطن مادری هم رو نمیدونم. در کجا بودنی آن رو هم نمیدونم. در وقت خردسالگیم مرا ترکمنان با تمام خیش و تبارهایم تاختند. بیمار یک جنبید و پس از چشمانش را کشاده به گدازن یک نگاه کردن باز آرام گرفت. گدازن سرگذشت خود را دوام کنانید. آنها هر کدام ما رو به هر طرف دنیا برده فروختند. از بس که من در آن وقتها بسیار خردکک بودم، از کدام ولایت و چگونه تاختنشان، مرا به کدام طرفها برده فروختنشان، خیش و تبارهایمان را و چطور شده به این طرفها افتادن خودم را نمیدونم. تنها آن روزهای سیاه را مانند سیاهی پخش کنی ارنگ به خاطر میارم. معلوم می شود که شما هم مانند ما کنیزکی بیکس بوده اید. نامتان چیست خاله جان؟ نامی حاضرم گلندام است، اما مادرم به من زیبا نام نهاده بوده است. پیرمرد بیمار که از شنیدن کلمه قرشی تاخت ترکمن به شبهه افتاده
هر یک سخن گدازن را با دقت گوش می کرد. با شنیدنش کلمه زیبا را با اضطراب جانکنانه مانند تلبه ها از جایش جسته خیست و پیش رفته به گدازن نزدیکتر شده. پس از آنکه قدری به چشم او چشم دوخته ایستاد، خودش را به بالای او هوا داد. زیبا جانکم، زیبا جانکی خودم، زیبا جانکی خورترکم. تو چی شد؟ رحیم داد خواب کن. گدازن که از حرکت‌های دیوانوار بیمار به تعجب آمده به او نگاه کرده ایستاده بود، هجوم او را به بالای خودش دیده با یک جستن خود را به کناره کشید و دورتر رفته ایستاد. صاحب خانه زن دویده رفته شوهرش را نگاه داشت. رحیم داد برادرم. بیمار گدازنی به پیشش آمده را با تمام قوتش به بغل کشید. اکنون میمرم، به حسرت میمرم. من برای دیدن تو تا امروز زنده مانده بودم. برادرم، شکر که تو را دیدم. برادر، اکنون ارگش را که یگانه یادگاری همه خویش و تبار مایان شده از من رویده است، به تو و به مادرش گلسوم میسپارم. خودم میمرم. رحیم داد. وی چشم بینور شده اش را پوشانید. اکنون هیچ حرکت نمی کرد. این گدازن زیبا بود و این بیمار هم برادر او رحیمداد بود که از طرف ترکمنان به وی نیقدم نام داده شده بود. در بین دیهه ام و رود کهنه شافرکام که با ریک پخش کنی باطل شده مانده بود، یک رباط بلند دیواری وسیع به نظر می نمود. گشتی روز بود. آفتاب به طرف غرب میلان کرده به سابات و سیزخانه‌ای به طرف غربی حولی بوده سایه خود را بر روی حولی افکنده بود. در همین وقت یک دهقان از دری رباط درآمد. این دهقان به هر طرف این حولی بی آدم نظر انداخته میخواست به طرف مهمانخانه رود. یکی از سیزها از درون سیزخانه صدا داد. که؟ سلام علیکم. سلام علیکم. با کی کار دارید؟ میبخشید، املاکدار همینجا فرامدن گفته شنیده بودم. آن کس را یا اینکه ارمان پالوان را دیدنی بودم. املاکدار امشب اینجا خواهند فرامد. شب گذشته در قرخانه فرامده بودند. پالترهایشان را اینجا فرستاده خودشان به مالکنی برآمدند. همین وقت در کجا باشند؟ اگر یابان قرخانه را مال کرده شده باشند، همین وقت باید در یابان قرقلپاک باشند یا اینکه در یابان قاقا. با املاکدار چیکار داشتید؟ میخواستم پرسم که برای مال کردن یابان ما کی می برآمده باشند؟ شما از کدام دیه و یابان هاتون در کجاست؟ ای برادر، راستش را گویم ما جایی که دیه گفتن توانی و زمینی که یابان گفته شود نداریم. ما در یک طرف در آن جایی که آن را غلامان مینامند زندگانی میکنیم. ما اولاد همان غلامان پیشتره هستیم که پدر و باباهایمان در وقت آزاد شدنشان
در یک جای ریگ پخش کرده کازه بر این خانه ها ساخته نشسته بودند. ما همانا در همان جاها عمر میگذرانیم اکا. این گونه باشد شما چی چیزتان را مال کناندنی هستید؟ مگر رود جیلوان را میدانید؟ شنیدم اما ندیدم. معلوم می شود که شما اینجایی نیستید وگرنه رود جیلوان را میدیدید. نه ما اینجایی نیستیم. ما سیسان آدمانی آوارگرد می باشیم. یکی از سمرقند، دیگری از شهر سبز، آن دیگر از بخارا. به همین طریقه هر کدام از هر ولایت بوده در سیزخانه های حاکمان، قاضیان و دیگر کلان شوندگان کار کرده می گردیم. ما امروز اینجا باشیم، فردا به یک شهر دیگر می رویم و دنیا را راستی گپ تماشا می کنیم. البته معلوم می شود که هیچ کدام شمایان رود جیلوان را ندیده است. در زمان قدیم که رود جیلوان یکی از رودهای کلان و سیراب مضافات بخارا بوده، زمینهای از وی آب خورنده جای آبادترین تومن شافرکام حساب می یافتند. رفته رفته این رود را ریگ پخش کرده آبش خشکیده است. کشتزار، باغ و بوستان‌هایی که از آن رود آبیاری می شدند یک بیابانی ریگزار گردیدند. تخمینا 50 سال پیش از زمان ما ریگ روان از طرف جیلوان کشیده است. در نتیجه اطراف جیلوان یک بیابانی تقیر زیر سنگزار شده مانده است. انا در همین وقت غلامان در این رود یک راهی آب کندند. در وقت آبخیزی زرافشان از همین راهی آبی نو کشاده شده یک جلدیرابه می آمدگی شده است. انا به همین جلدیرابه امید بسته دهقانان مذکور یعنی غلامان، یتیمان، مرد کاران و چاره کاران با آنجا رفته هر کدام یک پرچه زمین را با کلان گردانده گندم، جو، ارزن، ماش یا اینکه خربوزه و تربوز میکاریدند. اگر قدر آب آید یگان چیز میرویده است، وگرنه همراه کشت مهنت دهقانان هم سخته همگی تلف میشده است. ما غلامانی هم در همانجا کم و بیش کشت میکنیم اکا. انا برای مال کردن همین زمین ها کی رفتن املاکدار را فهمیدنی بودم. کدام وقت که نوبت رسد می روند نه برای شما بلکه برای منفعت خودشان، برای منفعت پادشاهی می روند. شما چرا اینقدر دید تنگی میکنید؟ البته کدام وقت رفتنشان را دانسته نمان و در وقتی رفتنشان به سری کشت حاضر شده نمان، در وقتی تخمین کردن زمین و خسبور کردن حاصل کشمکش کردن امان لازم است. وگرنه زمین نیم تنابی را تخمینا 4 تناب گفته حاصل 1 من نبوده را 10 من قرار داده از روی همین مال کرده رفتن میگیرند. در این گونه کارها میان آنها درد نمیکند که 1 من را 20 من هم گویند، میان املاکدارها درد نمیکند. همین طور است که همین طور است. پارسال به نام من 2 من ماش مالیت برآمد و حالا که من 1 من ماش حاصل گرفته بودم، سر تا سر زمستان با پشتاره از بیابان هیزم کشیده با زور این مالیت را ادا کردم. در همین هیزم کشی ها اکم میانم لط خورد. هنوز است که در کارهای زور کار نمی آید. اما باید میان املاکدار درد نکرده باشد. البته که خوبه که سلامت مانتان. معلوم می شود که من باید یابانها را کافته املاکدار را یابم. همین طور است. خیر، خوش. دهقان در وقت برگشت ایستادنش به هر طرفی حولی چشم انداخته گفت: این ارمان پلوان امارت های هنگامدار کرده بوده است که این امارت ها با گفتن تخمینا 4 تناب تخمینا 10 من برپا شده اند و به اینها کاری به میان آزار رساننده صرف نشده است. نظر به قول مادرم پدر ارمان پالوان نبی پالوان گماشته عبدالرحیم بای بوده است. در وقت غلامداری پدران و مادران ما در خانه بای در زیر دستی پدر این کار میکردند. حالا سیزخانه این از مهمانخانه بایی با شکوه تر است. دهقان با گفتن این سخنان به طرف سیزخانه رفته خود را از دری آن درون کرد تا بیند که درون آن چقدر زینت دارد. در همین وقت از درون زینخانه سیزخانه نالیدن کسی را شنید.
وای جانم ای، این چگونه بیدادیست؟ در این گونه هوایی گرم در یک جای تنگ آدم را گشنه و تشنه دو روز خانده ماندندیه. این کیست؟ این یک دهقان کمبغل است که به تخمیناً 4 تناب تخمیناً 10 من گفتنها این چگونه بیدادیست گویان مقابل برآمده است. های نیک مردان، برای خدا، برای تشنه لبان کربلا یگان بردم نان و یگان چک را آب دهتان. مگر به این بیچاره آب و نان دادن هم ممکن نیست؟ دیشب در وقتی به خلا برآمدنم من به او 1 کاسه آب و 1 برده نان از نان خودم داده بودم. این را میدونید ارمان پالوان فهمید. پس از آن زندخانه را قلف کرده کلیدش را به کیسه خودش انداخت و این دزد را بیرون برآوردن حاجت نیست، مان که تگی خودش را آلوده بخوابد گفت. الحفیظ الحفیظ، خیریت که خودی شما را هم تو به این گناهگار آب و نان دادی گفته همراه این به این خانه چنتی خوانده است. ما سیس، ما بابا داریم، بابا خانه داریم. اگر به ما بلندتر گپ زند ما در حال قهر کرده به بابا خانه همان می رویم. پس از آن تا ما را راضی نکنند سیسی دیگر آورده نمی توانند. حال سیس از حال غلامان آزاد شده و دهقانان کم بغل بهتر بوده است که سیس ها با اتفاق یکدیگر حال خود را بهتر کردند. دهقانان کم بغل که از یک گریبان سر برآورده نمی توانند سری هر کدامشان را با گریبان خودشان پیچانده می کشند. درست که درست. دانسته ماندن عیب ندارد. نامتان چیست؟ ارگشکه. رود شافرکام لبالب پراب بود. بید گجم و سفیدار بر این درختها شاخهاشان را به یکدیگر پیچانده به لب رود سایه می افکندند. لب رود دهقانانی را که در آفتاب جانگداز سرطان کار کرده حلقهاشان خشکیده جگرشان بریان می گردید به حمایه خود می کشید. در یکی از همین سایگاه ها یک دهقان یازیده می خوابید. خیز غلام حیدر، از گشنگی کارم شد. این لوبیاها را در جوشان یک شوش بند کنیم. غلام حیدر پس از آن که یک خمیازه کشید خوشش نیامده به زور از جایش خیست. نماندید که یک سفر اندکی بخوابم. نیم تناب گویز پایه را خاک کشیده حاضر آمده یازیده بودم. هنوز چشمم را گرمی هم نبرده بود. من مانم هم از دو سر املاکدار را به خوابیدن نخواهد ماند. از روی قولی اشور املاکدار یابان قرخانی را مال کرده شده است. حاضر به حولی قوت خان برای شوربا خوری در آمده است و با اقساقال ما کس فرموده گفته است که زود آید. بعد از پیشین به یابان قاقمه برایم. از روی این گپ تا یگان ساعت اینجا خواهند آمد. زود باش که تا آمدنی آنها لوبیا شورک را خورده کمی جان گیریم. خوب که سفر. غلام حیدر از جایش خیسته به سری آتشدانی که در زیر درخت بود رفت. نمکش را زیادتر انداز. خوب.
من این پگاه هم نان نخورده لوبیا شورک خورده بودم. از بس که کم نمکتر شده بود است دلم را بجا کرد. چرا به نان خوردید؟ نان نبود. برای نان پختن آرد هم نبود. برای آرد کردن گندم و جو هم نبود. برای خریدن اینها پول هم نبود. چرا به ینگم نمیگوید که از خوشه های گندمتان که طلا بر این سرخ شده است شکسته گرفته کوفته به آس آرد نمیکشد؟ مگر از خاطر فراموش کردی که پارسال برای 2 چاریا گندم را کوفته خوردنم املاکدار مرا چقدر کوفته بود. نقشای آن قمچین ها هنوز از پشت من نرفتند و بالای این جریمه. بعد از آن عهد کرده بودم که پیش از مال کردنی املاکدار از گرسنگی مرم هم 1 خوشه گندم شکسته نخواهم گرفت. اکا سفر لبه در واقع همان کار شما را به املاکدار کی خبر داده بود؟ کی خبر میداد؟ همان آقساقخالی خانه سوخته خبر میدادی. او آقساقخالی ما بوده. طرفی ما را گرفتنش لازم باشد هم با املاکدار جاسوسی میکند. پس شر فیل خوبه را کوبه کرده نشان داده خانه امان را میسوزاند. چرا این گونه بدکرداری و چغولی میکنند؟ به وی چی منفیت دارد؟ ای مگر تو ساده هستی؟ او در وقت مالیت از املاکدار جامه میپوشد، ایمی اسب میگیرد، پاسیره میگیرد. مگر نمیبینی؟ در صورتی که املاکدار نیم تناب زمینی ما را تخمینا 4 تناب گفته بنویسد، پیکال کشتهای او را این پاسیره اقساقحال گویان پرتافته می رود. مگر همین ها منفیت نیست؟ غلام حیدر لطه بسته خود را از میانه شاخی درخت گرفته به پیش سفر برده کشاد و نانی در درون آن بوده را شکسته از آن 1 لقمه به دهان خود انداخت. اکا سفر نان گیرید. مگر این نان جو است؟ ها نان جو. جو را از کجا یافتی؟ اکا سفر از کجا میافتم؟ یگان کس نبیند گفته شبانه آمده از جوی خودم چند سر شکسته بردم. همان را کلینتان کوفته در آس کشید و این نان را پخت. نان را خورده تمام کردند. سفر رفته یاغلاغو را آورده ماند و خودش هم در یک طرف آن نشست. با قاشق لوبیا شورک را خنک کرده هر دو با 1 قاشق به نوبت خوردن گرفتند. همین وقت از طرف دیهه ام 1 کس نمایان شد که به آنها نگاه کرده می آمد. این ارگش غلام بر این می نماید. نزدیکتر آید همش معلوم می شود. خودش ارگش بوده است. السلام علیکم. و علیکم السلام. چه لکه؟ نرسید؟ سفر اگه نرسید؟ خانه تینجی. شکر. اما نغزم. هنوز اینها لوبیا شورک خوری را دوباره سر نکرده بودند که از طرف قراخانی صدای شیهه کشیدن اسبان شنیده شد. آمدن ملخ‌ها. این لوبیا شورک هم سبیل بود. سواران نزدیک رسیدند. در پیشاپیش آنها 1 چند قدم پیشتر به درجه‌ای که چنگ پای اسب او به آنها نمی رسید آقساقال اسب دوانده می آمد. آقساقال که از همه پیشتر به زیر گجم رسیده بود ارگش را در آنجا دیده گفت غلام تو اینجا چه کار میکنی؟
با ما کی رفتن املاکدار رو فهمم گفتم آمده بودم. باید غلامان بدرگ خودمان بر بالایش نباشیم. آق سقال به ما جور میکنند گفتم مصلحت نموده تو را فرستاده باشند. رفته همشان را خون کرده برار. پس از مال کردن این یابان به لب جلوان میفرویم. خوب شد آق سقال. ایرگش خیسته رفت. املاکدار هم با دسته خود رسیده آمد. آقسقال پس از تعظیم کردنی به املاکدار با گوشه چشمش به لوبیا شوره که در یاغلاغو بوده اشارت کرد. املاکدار به طرف یاغلاغو یک چشم انداخته گفت: دزدان، پیش از معین کردن حق پادشاهی خام نگفته، پخته نگفته، هر یک حاصل را دزدیده خوردن میگیرید. در این وقت آمدن املاکدار را دیده دهقانانی در آن اطراف کار کرده گشته هم به زیر گجوم غون شده بودند. نابودگی دیه تقصیر. با یک بنچه لوبیا خزینه پادشاهی پر هم نمی شود، خالی هم نمی شود. سخن شما درست است، لیکن در کتاب ها حق پادشاهی برابری حق صغیر گفتند. بی رخصت املاکدار که پادشاه این شخص را وکیل خودم گفته ماندد، یک خس را هم بجا بیجا کردن درست نیست. قصور این را در بالای مالیت حاصلات دیگر میبراریم. دامالله مرحمت کنند جو گندم ها را از نظر گذرانیم. علی ايش دروي طال آقسقال پیش درآمد. از دنبال وی املاکدار با دسته خود به راه درآمد. دهقانان جمع شده هم پیاده از دنبال آنها افتادند. باز از هر طرف دهقانانی که به این یابان کشت کرده بودند رسیده آمدن گرفتند. اون سلکلانی شریعتچی کی بود؟ اگر نمیشناسی مولا نوروزی ایستمزگی دیه. این در میانه اینها چی کار میکند؟ ندانم. اینجا بزنی میکند. اگر املاکدار به یگان جای دهقان زند، نه از اینجا، نه از اینجایش بزنید. جای جان کاش اینجاست میگوید. و با همین خدمت او هم یک دو جوالیم اسب خودش را به گردن دهقان بار میکناند. املاکدار با دسته خود از بالای زمین های یونوچقه‌ای به درو آمده، گوزه های کلان کرده شده، خربوزه و تربوز های ورقانی کرده شده، ماش، زغیر، کنجید، ارزن و قوناق بر این کشت های نو کشته شده اسب رانده آنها را پایمال کرده به راش یک زمین گندم آمده ایستاد. خوش، این از آنی کیست؟ از آن سفر شادی است. از آن دهقان لوبیا خور است. تخمین کنید. امین. سواران سولوقی لجام را از دهان اسب‌هاشان برآوردند. در حالتی که امین پیش درآمد همه اشان به درون زمین گندم پهن شدند. اسبان بی سلوق خوشه های گندم را قرصاص زنانده شکسته می‌خوردند. با پایهاشان پایه های گندم را شکسته به زمین یکسان می‌کردند. حقیقتا هم ملخ از اینها 1000 بار بهتر است. ملخ تا سیر شدن خود میخورد، اما حاصل را پایمال کرده نمیپرتاید. اما اینها هم به اسبهایشان میخورانند و هم پایمال میکنانند. املاکداری که به سبب 2 چاره گندم گرفتنم از زمین خودم، پیش از معین کردن حق پادشاهی گندم را خوردی گویان مرا 40-50 تازیانه زده بود. در پیش چشم خودم گندمم را تماما به زمین یکسان کنانید. این چگونه بیدادی است؟ و حالان که از یک مقدار حاصل را خوردن دهقان پیش از معین کردن مالیت پادشاهی نه به حق پادشاهی و نه به املاکدار ذره ضرر نمی رسد. زیرا املاکدار اگر زمینی خشک مانده باشد هم تخمینا 10 من حاصل دارد گفته از روی همین تخمین مال کرده رفتن میگیرد. املاکدار این گونه کارها را از برای نگاه داشتن حق پادشاهی نمی کند، بلکه برای این می کند که یگان بهانه یافته به گردن دهقان بار را باز هم زیادتر بار کند. دسته املاکدار پس از خوب خوراندن و پایمال کردن زمین گندم
برگشته به سری راش آمده غن شدند. میرزای املاکدار قلمش را به دست گرفته کلمه های دیهه ام یابان قاقا را نوشت و به امین نگاه کرده ایستاد. امین گوید تخمیناً چقدر؟ تخمینا 2 تناب. وای خانم سوخت. همین زمین گندم با زمین علف در پهلویش بوده و با آن 2 زمین گندم که در قطار اینهاست همگی 4 تناب بود. این را بابام با پدرم میراث مانده بودن. انا این است ترک خطی آنها. املاکدار از دست سفر کاغذ را گرفته به میرزایش داد و به سفر نگاه کرده. از این سخنت چی برآمد؟ خودت همش را 4 تناب میگویی. امینی ولایت گندمت را 2 تناب تخمین کرده است، باز چرا داد میزنی؟ بلاتان را گیرم جناب بیک. هنوز عرضی من تمام نشده است. من میگویم که همین 4 زمین همگی 4 تناب است جناب بیک. کی میداند؟ ای مردم، چرا 8 تناب نیست؟ 4 تناب بودنش در همین خطی ترکه نوشته شده است. گفتم کو در وقت وفات پدرم در خراجات گور و کفن او از پدر آقساقال عبدالرحیم بای قرضدار شده. 2 تنابش را به آن کس بها کرده داده بودم. خوب شما 2 تناب گویید؟ 2 تنابی باقی ماندهش همین زمینی گندم دیه. درست. آخر این علف هم با همان 2 تناب باقی مانده داخل است. بهار در وقتی علف مال کنی همین زمین یونچقه را 1.5 تناب نویسانده بودیم. از روی آن این زمین گندم بنین تناب میماند. سفر رویش را از املاکدار به میرزا گردانده گفت. خطی ترکه را خوانده به اینها شنوانید میرزا. میرزا کاغذ کهنه‌ای در دستش بوده را کشاده به وی یک نگاه کرد و باز قطع کرده ماند. خوانده شنوانید میگویم. نشنیدید؟ دوغ این کس جدا هم بلند کن. ارمان پالوان اسبش را بازی دارانده به سری سفر آمد. زیر کنی اوی گپت را دونیست از انشور پای این چگونه بیرادی؟ ناحکاری! آقساقال شما خدا را حاضر دیده گپ زنید. همین 2 زمین را پدرتان از من 2 تناب گفته گرفتند یا اینکه کم گفته؟ باید در دستتان وثیقه‌ای که در آن وقت پدرتان از زبان من نویسانده به قاضی مهر کننده بود هم باشد. درست باید ای حاضرش را دیدن گیری چی؟ گورهای کونه را گفته چی میکنی؟ در وقتی که شمایان برای من گوری نو کافته ایستاده اید، گورهای کهنه را کافته حجت نشان دادن من مگر درست نیست؟ همین قدر سالها با زمین مرا بر زیاد نویسانده خانه مرا سوزانده آمدیتان. اگر من دهان کشایم حجت را نشان ده. سخنی خشک شنیده نمی شود. گفته با دهان من زدیتان. من سراخ و شکاف ها را کافته آخر خطی ترکه را یافتم. اکنون چرا با وی نگاه نمی کنیتان؟ خوانده نمی بینیتان؟ خوانده بینیتان گویم مرا میزنیتان؟ مگر از این زیادتر بیدادی هست؟ شد تقصیر. بهار در وقت مال کردن علف همین زمین یونچهش را 1.5 تناب نویسانده بودیم. بیایید میلش کور شود این را هم 1.5 تناب نویسانید. املاکدار به امین نگاه کرد. امین هم سر جنبانیده اشارتی درست را داد. پس از آن املاکدار به میرزای خود خب میلش نویسید. با نومی کی؟ سفر شادی. چقدر زمین؟ 1.5 تناب. نادرست. نوشتن گیرید.
نوشتن گیرید. اگر چاره که تناب نویسید هم اینها نادرست گفتن میگیرند. نویسید. دوست هم مینالد صاحب خانم امین بابا. مولیتش چقدر؟ از روی 12 من حاصل، 10 حق پادشاهی و 10 حق اوقاف رو حساب کردن نویسید. نادرست. در کجا دیدید که یک تناب یا 1.5 تناب گندم 12 من حاصل کرده است؟ راست میگوید. راست میگوید. شما که ندیدید، از پدر و باباهایتان هم نشنیدید. شما چگونه امین ولایت اگر خدا دهد 1 تناب 15 من هم حاصل میدهد. البته. خاکی خدا از آسمان غلب بارانیده بود که امروز به زمین من باراند. تو مگر به قدرت خدا منکری؟ شما که به قدرت خدا ایمان دارید مولا نوروز، و چرا دمی بیکار آلیسیده میگردید؟ شکاکی نکن. رفته در گوشه مسجد آسوده بخوابید. خدا یمی اسبتان را از روزن مسجد میریزد. این زمین را هرچند شمایان 1.5 تناب نوشته باشد هم در حقیقت خودش 1 تناب است. درست. با بالای این بهار از 2 آب ماند، دانش را پر کردن نتوانست. برای این خودی تو عیب دارستی. چرا در وقتش آب ندادی؟ البته. چرا؟ وقتی که نوبت آب به ما رسید، ارمان پلوان همه آب را به چارباغ خود پایه کرد. نه تنها از آن من، بلکه همه کشت‌های در این یابان بوده همه از کمابی بیرون گشت. تو نگوی خر، تو نگوی. این گوشنه پرزر که 1 بار گپی خود را گذرانید زبانش را یازانده فرستاده. این را تنبیه کردن در کار است که به دیگران عبرت شود، وگرنه تنها به یاوان قاقا 10 روز آواره می شویم. بله. این را برده به درخت آویختماند که عقلش به سرش آید. 2 شاگرد پیشه از اسب فرامده سفر را دستگیر کردند. او فریاد میکرد. آنها دستهای او را به پشتش بستند و به زیر درخت گجم گرفته برده خواستند که به همان درخت آویزند. او را به درخت گجومی سرسایه نآویزید، بلکه به درخت توتی کلک شده آویزید که آفتابی سرطان را خورده مینه‌اش جوشیده پزد. انا در همان وقت عقلش به جایش می آید. وقتی که خواستند آدمان املاکدار به زمین گندمی در پهلوی زمین سفر بوده درآیند، به آنها امین گفت: این گندم باید از آن آقساقال باشد. از آن من است. این که از آن آقساقال باشد به خودشان ماند، پاسیره شود به دیگرش گذره. رحمت. مگر زمینی جوی در آن طرف گندمتان بوده هم از آن شماست؟ نه از آن من نیست. از آن غلام حیدر است. از آن این بچه است. آن به حساب دامولا نوروز ماند. پس از درویده گفتن بردار کرده میگیرند. درست. خسبور کنه تقصیر خسبور. چشم این بچه بیجا می نماید. تا درویده گفتن نیمش رو میدوزد و بعد از اون من از وی چی میگیرم؟ بعد از خسبور کردن به دستکی پادشاهی می درآید. در آن صورت به شما نمی رسد. چشم این بچه بیجا باشد، چشم شما کو در جایش است. خبرداری کنید، پاسبانی کنید، بردار کرده گیرید. و مگر خودی جناب بیگ برداشته برده بنباری شما ریخته دادنشان در کار است. اگر برای من میماندن 1 دانه اش را هم نمونده خودم کوفته میگرفتم. برای شما یگان زمینی کلانتر رو میمانیم. خفه نشوید پلوان. دسته املاکدار به طرف دیگر نگاه کرده به راه درآمد. سفر که از بغلش به درخت آویزان بود فریاد کرد: ای میرزا خدی ترکه مرا داده روید آخر. میرزا ندهید، برهم داده فرستانید آن خط را، وگرنه هر سال همین خط را برآورده همین طور جنجال سر میکند. رفتیم. دسته املاکدار از پیش سفر دور شده میرفت.
سفر باشد حالا هم فریاد میکشید. املاکدار پس از مال کرده شدن یابان قاقا و بالای رود به لب جلوان فرامد. رود جلوان نه اینکه مانند رود شافرکان پرآب نبود، بلکه به یک راهی آبی خشکیده سفید شده مانده مانندی داشت که در یک بیابان از راهی آبی باران نشانه مانده باشد. املاکدار به لب جلوان آمدن زمان اطراف او را یک توده مردمان سر و پا برهنه پیچانده گرفتند. این گندم از آن کیست؟ از آن من. نام چیست؟ ارگش بابا غلام. مگر تو هم از غلامانی؟ ها، از غلامان، از خانزادان ماست. چرا به زمین کار نکردی؟ چرا حاصل این نرسیده است؟ کار کردم تقصیر، اما آب که نبود مهنتم ضایع شد، حاصل نرسید. چرا حشر کرده رود را کنده در وقتی در کاری آب را نیاوردتان؟ تقصیر نه اینکه یک بار بلکه 2 بار کندیم، اما امروز کندیم فردا ریک پخش کرد، یک جلگرابه نیامده باز آب خشک شد. تقصیر مگر در حشر همچنان که به پیش من برآمده توپ شده می برآمدتان؟ وقتی که مردم به این پرسش املاکدار چی جواب دادنشان را ندانسته در حیرت افتاده ایستاده بودند، آقسقال به سخن درآمد. تقصیر اینها سال گذشته آقسقال در غیب ما به ما جور کننده بود. این سال خود ما به بالای مالکنی رفته با بیگ کشمکش کرده مالیت را کم میکنونیم گفته دعواگرشون آمدند. به من دعواگر؟ به حق پادشاهی دعواگر؟ تقصیر من مجبور نیستم که چقدر مال کردنم را به اینها فهمانده با اینها کشمکش کردن نشینم. نویسید میرزا، این گندم را 10 من. خوب شده است. ارگش بابا غلام، یک پای کول گندم 10 من مالیت. میرزا چقدر شد مالیت من؟ هیچ نباشد از پادشاهی چقدر قرضدار بودنم را دانسته مانم. من مجبور نیستم که با شمایان مصلحت کرده نشینم. از پادشاهی چقدر قرضدار بودنت را پس از جیغ زدن نرخ و برآمدن دستک مالیت در وقت دادنش میفهمی. این از آن کیست؟ از آن من. ایها، همه ای دشت را تو صاحبی کرده بودید یا؟ پس از شدگار کردن چرا نکشتی؟ چگونه کشته میتوانستم آخر تقصیر؟ تخم نیست، آب نیست. آب که نیست پس از کشتن هم از سر حاصل نمیکرد تقصیر. و این طور باشد چرا شدگار کردی؟ پارسال شدگار نکرده مانده بودم خار روی تقصیر. مالیت خار گویان به نام من 10 تنگه نوشته رفته بودند. خار نروید گفته امسال گردانده پرداختم تقصیر. بسیار خوب، بسیار خوب. هرچی به جنایت خودت اقرار کردی. نویسید میرزا به نام این 20 تنگه مالیتی شدگار. تقصیر این چگونه ناانصافی است؟ ناانصافی؟ ارگش دوید و یک جست دست قلم گرفته میرزا را که میخواست بنویسد از بندش محکم دست گرفت. ارمان پالان اسبش را دوانده رفت و به سر ارگش با قمچین زدن گرفت. مردم که از آه و وای ارگش برهم آمدند دویده رفته از جلوی اسب ارمان پالان گرفته خواستند که از سر ارگش او را دورتر کشند. ارگش از یارمندی خلق قوت گرفته دست میرزا را سر داده و یک خیز قمچین را از دست ارمان پالان کشیده گرفت و او را با قمچین خودش زدن گرفت. عنبتو پدر تو گماشته عبدالرحیم بای شده پدران ما را در زیر قمچین کار فرموده بود. اکنون تو آدمی املاکدار شده میخواهی که ما را در زیر قمچین پوست کنی مار بچه. عنبتو آدمان املاکدار به سر مردم ریختند. آنها را با قمچین، با پاشنه موزه و با اوزنگو زدن گرفتند.
ایرگش و یک چند نفری دیگر را که پیش جنگ بودند دستگیر کردند. مردم پراکنده شد. میرزا نوشت: ایرگش با غلام مالیتی شد گار 20 تنگه. این املاکدار بسیار برا برآمد کو. اقساخال اکنون با تخمیناً 4 تناب، تخمیناً 10 من گفتن ما هم محتاج نمیشدگی بر این می نماید. خودش هر کار رو کردن میگیرد. اوی من به گوشش خوانده مانده بودم. این غلامان را یک ترسانده ماندن در کار از گفته بودم. وگرنه حاکم مملکت بی ثواب دید ما و شما کار را کردن نمیتواند. خواه قاضی باشد، خواه رئیس، خواه املاکدار باشد و خواه میرشب، حتی خود امیر هم با ارباب، اقساقال، امین و کلان شوندگان مملکت حکمرانی کرده میتوانند. و مگر ما نباشیم و حیله و نیرنگ ما نباشد، این مردمی سر و پا برهنه در یک روز لینگ اینها را از آسمان میارند. ارباب را بین، ده را تاز. مسئله تاجیکی است که از تجربه های چندین ساله حاکمان برآمده است. دهقانان دستگیر شده را دست بسته به املاکدارخانه فرستادند. ملا نوروز به املاکدار گفت: تقصیرم غلامان مسلمان نیستند. اینها شیعند. به اینها غیر از خراج و مالیت جزئیه انداختن از روی شریعت ممکن نیست. اگر من مفتی می شدم به جای همین مضمون یک فتوا می برآوردم. ملا، اگر همین سخن شما را جناب عالی شنوند، در حال شما را مفتی میکنند و شما از یمی از طلبیده دشت به دشت گشتن خلاص میشوید. و ما هم از شما خلاص میشویم. در یابان قاقا غلام حیدر پس از درویده کوفتن جوی خود اکنون آن را باد کرده ایستاده بود. به ملا نوروز که اطراف خرمن را مانند مورچه دور زده میگشت، نظربای اجاره‌داری 10 یکچی گفت: با گفتن نمور خرم جو خواهد پخت، نه شکم خر و نه شکم صاحبی آن سر می شود. و تا به دست در آوردنتان همین یمی اسب را چند روز آواره شدید و اکنون این را سریشته کرده نغزکک فایده گرفتنتان در کار است. اکنون من از این خیرمن حق میگرفته باشم، شما هم حق میگیرید. و در آن صورت چرا تنها من خبرداری این را میکردم؟ و من از این خیرمن به حساب وقف 10 یک میگرفته باشم و شما به حساب مالیت پادشاهی 10 میگیرید. بنابراین پاسبانی این را هم بیشتر شما باید کنید. این طور باشد این خدمت از ما رسد، من هم آنقدر آدمی ساده نیستم. میدانم. از بازی که غلام حیدر به درم در آمده است، شب و روز چشم نپوشانده خبرداری کرده ایستادم. نه. با وجود این هر روز به وی از جو دزدیدی گفته یک دوغ هم زده میمانم. اون مادامی که خبردار هستید، مادامی که میدانید که ندزدیده است، و پس چرا با او دزدیدی گفته دوغ میزنید؟ برای آن کار را میکنم که در وقت بردار برای تهمت کرده زیادتر حق گرفتن راه پیدا شده باید. بارک الله داملا. شما را به خودم میرزا کنم میشیده است. اکنون برای میرزایی خط و سوادم آنقدر کار نمی آید که اگر داروغگیتان را به من سپارید گمان میکنم که خوب سرشته کرده میتوانم. در این باره فکر کرده میبینیم. خیر، تا دیدن. سلامت باشید. خیر، خوش باشید. خوش باشید. غلام حیدر خیرمن را باد کرده آن را بیخته چاش کرد. ملا نوروز از لب رود یک دامن ریگ نم آورده آن را یک کف به تپه و از کمرگاه چاش از 4 جا ریخت.
از کیسهش یک تغمه چوبین که در آن نقش مخصوص کنده شده بود برآورد. آن را از بالای ریگ نم پخش کرده و با همین راه دزدیدن از چاش را بسته برای اجارهدار را گرفته آوردن رفت. هرچند غلام حیدر در وقت رفتن ملا نوروز گفت: زودتر آیتان، من برای پاسبانی این سبیل مانده باز چند روز دیگر آواره نشوم. ملا نوروز با اجارهدار بعد از 1 هفته آمدند. وقتی که اینها اسب‌هاشان را به درخت بسته به سر خیرمن آمدند، ملا نوروز به خیرمن یک چشم انداخته گفت: از این دزدیدند. مگر خواب دیده گپ زده ایستاده اید؟ خواه خواب بینم خواه نبینم که دزدیده ای. با کدام دلیل؟ دلیلش تغمه دیه. اگر ندزدیده باشی نقش تغمه من پخش کرده کجا رفته است؟ کجا رفته است؟ از تغمه در ریگ پخش کرده شده مگر در مدت 1 هفته 10 روز هم اثر میماند. در این مدت نه تنها نقش تغمه، خود ریگ را هم که با آفتاب خشکیده بود باد گرفته برده است. برای دزدی بهانه خوبه. دزد نگوید داملا. دهقانی مهنتکش را که 12 ماه کار کرده عرق جبین ریخته برای این مفتخوران نان یافته میدهد، دزد گفتن عیب است. خوب ضرر ندارد. کار را سر کنیم، در وقتی برداشتن خیرمن حسابش را میابیم. یعنی دهقان‌هایی در آن گرد و پیش کار کرده گشته هم به سر خیرمن آمدند. خوش، این را به حساب حق داروغگی به جغال دامالله انداز.